به نام خدا عرض ادب و احترام دارم خدمت همراهان عزیزم در چنل تحلیل سهام بورس. امیدوارم حالتون عالی باشه. با تحلیل و بررسی بازار روز یکشنبه در خدمتتون هستم. امیدوارم مفید باشه و استفاده بکنید. بریم سراغ بازار امروز. ابتدا با هم تاریخ خوب ببینیم. امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403 هستش. اما بریم سراغ بازار و پارامتر رو با هم بررسی بکنیم. پیشاپیش من عذرخواهی میکنم اگر صدا مناسب نیست، یکم صدام گرفته. توی ویدیو دیروزم خدمتتون گفتم و خب چاره نیست، ویدیو باید ضبط بشه. اما همونطور که نقشه رو میبینید یک بازار ابتدای بازار، یک بازار پر تقاضا رو داشتیم. رفته رفته یه سری عرضه های ایجاد شد که طبیعی بود با توجه به اینکه شاخص کل به سطح مقاومتی خودش رسید. یه سری عرضه های توی بازار ایجاد شد و میبینید که به چه شکلی بود. هرچند عرضه ها خیلی سنگین نبود. ببینید اول کار مثبت ها بیشتر بودن، رفته رفته عرضه ها بیشتر شد و آخر کار حدود 63% نمادها مثبت بودن، 495 نماد و 37% هم منفی بودن، 286 نماد. و نقشه بازار متعادل رو به مثبت رو به ما نشون میده. خیلی از نمادها قیمت آخرین معاملهشون زیر قیمت پایانی بود و همینطور نسبت به اولین قیمت هم پایینتر بودن که نسبت به این مقاومتی که گفته شد حالا یه واکنش منفی داده شد و عرض کردم خیلی واکنش سنگین نبود. اما بریم پارامتر رو یکی یکی بررسی بکنیم. ممنون میشم ویدیو رو حتما لایک کنید همین الان تا بریم سراغ ادامه کار. این درصد رو هم اگر میبینید داره عوض میشه، صندوق‌های سهامی هم توی این اعداد تاثیرگذار هستن و خب تغییر میکنن تا ساعت 3. اما دلار رو ببینیم. دلار یک کاهش رو دیروز باز هم داشت تا عدد 63,800 اومد پایین، الان روی 64,400. اینجا سطح حمایتی خوب هست، یک پله ورود میتونه باشه اما امکان داره که حتی این سطح شکسته بشه. ولی چیزی که داریم میبینیم یک روند صعودیه و توی کانال صعودی هم داریم حرکت میکنیم. برگشت ماژور نزولی هنوز روی تایم هفتگی دیده نشده و الان در حال حاضر روی سطح حمایتی خودش دلار قرار گرفته و خب طلا هم کاهش پیدا کرد. با توجه به کاهشی روی دلار داشتیم، طلا هم کاهش پیدا کرد و دلار هم به همین شکل. صندوق‌های طلا هم حدود صفر تابلو معامله میشن، مثبت کم، منفی کم و حوالی همون صفر دارن معامله میشن، کاهش خیلی زیادی نداشتن. یه آپدیتی روی 60 داشته باشین. تایم زیادی از بررسی قبلی 60 میگذره و ببینیم که اوضاع به چه شکل بود. خب یه موردی که اول وجود داره این کندل رو ببینید. کندل فعلی، کندل هفتگی فعلی بالاتر از کندل قبلیه ولی نزولی بسته شده. خب جای سواله که چجوری این کندل بالاتر از کندل قبلیه ولی قرمز رنگ هستش. با توجه به گپ صعودی که داشتیم و کندل صعودی قدرتمندی که داشتیم، اوپن کندل رو فعلا اینجا لحاظ کرده برای ما بحث سایت رهاورد و یک کندل نزولی رو می‌بینیم اهمیت خیلی نداره. اما اگر بریم روی تایم روزانه ببینید من یک سطح حمایتی رو معرفی کرده بودم که محدوده 107 تومن بود. سطح بعدی محدوده 97 تا 98 تومن بود که اصلا به اونجا نرسید. یه برگشت از محدوده 107 تومن داشتیم، یه برگشت اتفاق افتاد، یه ریزش که همراه با اخبار بود، رسید به کف حمایت داینامیکمون و یه حرکت صعودی رو ازش دیدیم. درصد خیلی زیادی هم نبود ولی یه حرکت صعودی دیده شد ازش و الان داخل قالب یک کانال صعودی داریم حرکت میکنیم. اگر بتونه سطح 121 تومن تا 123 تومن رو رد بکنه، لول بعدی که انتظار داریم بهش برسه لول حدوداً 132 تومنه. محدوده بعدی حدود عدد 135 تومن و محدوده بعدش میشه سقف دوم کانال که باید ببینیم با چه شیبی رو به بالا حرکت میکنه. الان عدد دقیقی نمیشه گفت، اما اگر این سطح رو بتونه رد بکنه میریم برای لول 132 تومن و بعد هم 135 تومن که این سقفش میشه. سقف تاریخی سهم که البته بالاتر، این سقف پایین ترش میشه. اما بریم سراغ بقیه بازار. سهمایی که دوست دارید توی ویدیوهای روزانه تحلیل بشه رو حتما توی کامنت بنویسید. من سعی میکنم بگنجونم توی ویدیوهای روزانه و دوباره تحلیل سهم‌ها رو هم روز تعطیل و حالا آموزش‌ها رو هم داشته باشیم و ادامه بدیم موارد رو. اما بریم سرانه خرید فروش رو ببینیم. دیروز سرانه خرید اومد بالاتر از سرانه فروش و تقاضای به شدت خوبی رو داشتیم، اما امروز خب با توجه به اینکه بازار رسید به سطح
مقاومتی خودش که الان میرسیم بهش و سطح رو با هم میبینیم، سرانه فروش بالاتر از سرانه خرید بود. چه کل تایم بازار هم به همین شکل بود، ولی چیزی که اهمیت داره برای ما بحث سهام حق تقدمه که سرانه خرید بالاتر رو داشت و این سرانه فروش کل بازار بود که بالاتر بود و مربوط به صندوق‌های سهامی بود، همینطور صندوق‌های درآمد ثابت و 50 سهم بزرگ که سرانه فروش بالاتری رو تجربه کرده بودن. حالا به بحث تابلو هم میرسیم آخر کار و مفصل خدمتتون توضیح میدم. بریم از شاخص کل شروع بکنیم و ببینیم کندل امروز به چه شکل بود. من خطوط رو پاک میکنم، کندل رو ببینید یک کندل با گپ صعودی مربوط به مثبت‌های ابتدایی بازار، یه بدنه صعودی و یک شادوی بالایی روی سقف کندل و این شادو کجا زده شده؟ دقیقاً سقف کانال صعودیمون. ببینید سقف کانال صعودی، محدوده مقاومتی که دیروز خدمتتون گفتم تاچ شد و یه واکنش رو به پایین رو روی نمادها دیدیم. ابتدای ویدیو خدمتتون توضیح دادم، اما همچنان خدمتتون میگم یک کندل ماروبوزوی صعودی کاملا قدرتمند داریم میبینیم و تقاضا توی بازار هست. ورود پول ثبت شده و برگشت ماژوری ثبت نشده، پس اینجا جای فروش نیست. فعلا امکان داره بازار برگرده و واکنش منفی رو بده. زمانی که معامله‌گرها واکنش منفی رو نسبت به این سطح بدن و بازار برگشت ماژور بزنه میشه نقطه خروج. اما این صرفا یک واکنش منفی و رنج منفی توی بازار بود و جای نگرانی فعلا نداره. اما یه موردی که وجود داره بحث واگرای منفی روی تایم روزانه است. دیروز هم خدمتتون گفتم الان ما سقف بالاتر رو روی شاخص کل داشتیم، اما سقف‌های پایین‌تر داره روی RSI ثبت میشه. ببینید از این سقف اگر بگیرم، این سقف پایین‌تر، این واگرایی که عمل کرد، یک کاهش جزئی رو داشتیم و الان بین این دو سقف که البته سقف دوم هنوز ثبت نشده و احتمال واگرایی وجود داره. ببینید ما هنوز قله‌ای ثبت نکردیم، برگشت اتفاق نیفتاده. امکان داره بازار صعودی حرکت کنه، اینجا هم قله‌ای ثبت نشه، بریم سقف قبلی رو هم رو به بالا بزنیم و این واگرایی که منتظرش بودیم فعل بشه. ولی حواسمون بهش هست. بارها این مورد اتفاق افتاده توی گذشته بازار، دیدیم یه واگرایی که اینجا اتفاق افتاد و روی هموزن هم توی گذشته بازار بارها این موارد واگرایی رو داشتیم که یک موردش این ناحیه بود، احتمالش وجود داشت و تایید هم شد و بازار یه ریزش نسبتاً زیاد رو تجربه کردش. این از بحث شاخص کل. حواسمون به بحث واگراییش هست، اما هموزن رو با هم داشته باشیم که فعلا به سطح مقاومتی خاصی نرسیده. سطح مقاومتیش میشه محدوده 768,000 واحد تا لول 771,000 واحد که فعلا باهاش فاصله داره و هموزن مشکل خاصی رو نداره از این بابت. و خب یه تاچی هم با ابر داشت، ابر رو به پایین شکسته نشده، فعلا بالای ابر نزولی هم قرار داریم، مشکلی از این بابت هم وجود نداره. صرفا حواسمون فعلا به بحث شاخص کل است یا واکنش منفی ادامه دار میتونه باشه و برگشت اتفاق میفته که من احتمالش رو کم میدونم، صفر نیست، احتمالش کمه، یا اینکه بازار رو به بالا حرکت میکنه و این ناحیه شکسته میشه که احتمال سناریوی دوم به شدت بیشتر هستش. اما بریم تابلوی بازار رو کامل و ژامه با هم بررسی بکنیم. شاخص کل 1.19% افزایش و هموزن 1.13% افزایش رو داشته. ارزش معاملات روی عدد 4464 میلیارد بوده. عدد خیلی بالایی نیست، خیلی پایین هم نیست، مناسبه و سرانه خرید سهام حق تقدم 3% بالاتر از سرانه فروش بوده، همراه با ورود پول 261 میلیاردی به سهام حق تقدم، 35 میلیارد به صندوق‌های سهامی، 123 میلیارد به 50 سهم بزرگ و حدوداً خروج 70 میلیارد از صندوق‌های درآمد ثابت که با این روند احتمالاً تبدیل به ورود پول بشه تا ساعت 3، با اینکه سرانه فروش بالاتری نسبت به همه پارامترهای دیگه داره و در کل بازار خوبی رو از لحاظ تابلو دیدیم. یکم ضعیف‌تر بود نسبت به دیروز ولی مشکل اساسی و خاصی وجود نداشت، حتی ورود پول داشتیم و سرانه خرید توی سهام حق تقدم هم بالاتر از سرانه فروش بود. بریم گروه ها رو هم با هم داشته باشیم. بیشترین ورود پول مربوط به محصولات شیمیایی بوده، 65 میلیارد ورود پول، استخراج کانای فلزی 63، فلزات تخصصی 51، صندوق‌های سهامی 35 میلیارد، صندوق‌های کالایی 34 میلیارد، فرآوردهای نفتی 30 میلیارد، گروه بانکی 20 و بقیه ورود پولی که خب به شدت بیشتر بودن نسبت به خروج پول ها. رتبه یک صندوق‌های درآمد ثابت 62 میلیارد، صندوق‌های
گروه اموخ‌زاده 13.8، سیمان 12.7، بیمه 10 میلیارد، صندوق‌های مختلف 52 دهم و خروج پولایی که خیلی زیاد نبودن و ریز بودن نسبتاً و بر آینده روز رسیده به مثبت 261 میلیارد. بازار خوبی داشتیم. صرفاً حواسمون باید به روزهای آینده باشه که اگر واکنش منفی ماژور نسبت به این سد داده شد، یه سیگنال خروج همراه با واگرای منفی رو تایید کرده. من واضح دارم خدمتتون میگم که بازار داره به شش حرکت میکنه و همینطور به ساده ترین شکل ممکن. امیدوارم ویدیو براتون مفید بوده باشه. عذرخواهی میکنم اگر یکم انرژیم پایینه و خب صدا هم مناسب نیست، چاره ای نیست دیگه. و گفتم آلرژی فصلی متاسفانه و حالا تا زمانی که خودش خوب بشه باید تحمل کرد این اوضاع رو. اگر ویدیو براتون مفید بود ممنون میشم لایک کنید. آخر همین ویدیو هم یک ویدیو آموزشی بهتون پیشنهاد میشه. لینک کانال تلگرام هم میاد روی صفحه و میتونید عضو بشید و استفاده بکنید. مرسی از اینکه تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. تا ویدیوهای بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.